سلام به همگی، امیدوارم که خوب و خوش باشین و سلامت. امروز اومدم تا در مورد یک موضوع خیلی مهم که در حقیقت اولین اصل از اصول پیلاتس هست با هم دیگه صحبت کنیم. موضوع تنفس. اول میخوام براتون توضیح بدم که چرا اهمیت داره و بعد بهتون بگم که چطور باید انجامش بدین. همونجور که همیشه بهتون گفتم، هیچ وقت از کنار ساده ترین ها و بیسیک ها نباید گذشت، به خاطر اینکه اونها هستن که پایه و اساس پیشرفت ما رو توی زندگی و توی تمرین های پیلاتیز میسازن. تنفس پیلاتزی به عنوان یک مربی پیلاتز برای ما یک اهمیت ویژه‌ای که داره اینه که فانکشن شما رو توی کلاس خیلی بهتر میکنه. چطور؟ وقتی که شما درست نفس میکشید، عضلات مرکزی و دیپ استیبلایزرهای شما رو خوب اکتیو میکنه. وقتی این عضلات اکتیو میشن، ثبات شما توی لگن و ستون فقراتتون بهتر میشه و حرکت ها رو خیلی بهتر انجام میدید. جدا از کلاس پیلاتس، شما تو زندگی هم کارایی بهتری خواهید داشت تو فعالیت‌های روزانه‌تون. دومین دلیلی که تنفس پیلاتزی رو خیلی منحصر به فرد میکنه اینه که شما وقتی که دم از بینی میفرستید پایین توی قفسه سینه‌تون و قفسه سینه رو باز میکنید، به مرور زمان حرکت پذیری قفسه سینه و بالا تنتون بهتر میشه. و اگر جزو افرادی هستین که قفسه سینه تایت و چقر و سفتی دارید، بعد از یه مدت احساس میکنید که قفسه سینه‌تون باز شده، نه تنها فرم بدن بهتری پیدا کردید، بلکه حال روحیتون تغییر میکنه به نسبت گذشته. این یکی از مهمترین اهداف تنفس پیلاتزی هست، چون با حرکت پذیری قفسه سینه حال روحی تغییر میکنه، افسردگی سطحش میاد پایین، استرس لول و شدت اضطرابی رو که قبلا تجربه میکردید کمتر خواهد شد و به صورت کلی سطح انرژیتون میره بالاتر، به خاطر اینکه اکسیژن رسونی به خونتون بهتر میشه، حجم ریتون میره بالاتر. و یک دلیل خیلی خیلی ویژه دیگه که این تنفس برای ما به ارمغان میاره تمرکزمون هستش. وقتی که شما تمرکز روی تنفستون بکنید، ذهن رو با بدن کانکت میکنید و این یک پارچگی ذهن با بدن باعث میشه شما تمرین بهتری رو توی کلاس تجربه بکنید و به مرور زمان از پرش افکار برای شما توی زندگی هم جلوگیری میکنه و احساس میکنید که چقدر کیفیت زندگیتون تغییر کرده. پس اگر همه این چیزها رو با هم دیگه، همه دلایل رو با هم دیگه جمع بکنیم، میرسیم به این که تمرین تنفس سطح کیفیت زندگی ما رو بهتر میکنه.